با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. من شالای گلخوجه هستم در استودیو همراهتون. در 15 دقیقه برنامه امروز 2 ایون اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. محدودیت ادامه دارد. در شرایط وضع فوق‌العاده ساکنان دوشنبه هنرهای نو را از خود میکنند. همه سرخانه محکمه لیکن ما در خانه کتی اپام همون سطح پاس کردیم مانیکور کردیم سطح پیدا. بازداشت برادر توجیکی شهروندی روسیه را درست او را چی سرنوشت منتظر است؟ وقتی زن کارگر می باشد و یا چگونه در ولایت ختلون بانوی زندگی خود و همدیگانش را می چرخاند؟ حاضر 35 زنه کار مینه طلبای 8 10 11 کار مینه نکی. اما آغاز میکنم از یک اعلان دیگر. مقامات توجیکستان میگویند هنوز برای آوردن مهاجران توجیک از شهر سنت پتربورگ پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها تشکیل نشده است. دولتعلی نظریزاده کنسول گنرالی توجیکستان در شهر سنت پتربورگ گفت هر وقت چنین تصمیم شد مهاجران را آگاه میکنند. سفارت روسیه در توجیکستان خبر داد که 30 می 173 شهروند روسیه با هواپیمای اورالسکی اولینی از دوشنبه به سنت پتربورگ گسیل کرده شدند. این خبر دهم مهاجر را به در کنسولگری توجیکستان در آن شهر برده است. هنوز معلوم نیست پروازهای معمولی میان توجیکستان و روسیه کی برقرار میگردد و همین گونه مرزهای بین کشورها کی باز می شود. بر پایه امور رسمی وزارت تندرستی توجیکستان تعداد گرفتاران کووید 19 از مرز 4000 نفر گذشت. دیروز 83 تن نوی آلوده به ویروس را ثبت کردند. امور فوت از کرونا ویروس در توجیکستان چند روز به تغییر باقی مانده 47 کس حساب شده است. پزشکان توجیک از شفا یافتن صدها نفر از این بیماری خبر میدهند. اما با این هم مقامات شهرداری دوشنبه برای برداشتن محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از کووید 19 سراسیمه نیستند و تا نیم ماه دیگر آنها را دراز کردند. این چه محدودیت است و تا کجا به زندگی ساکنان پایتخت تاثیر گذاشته است؟ از برادر یوسفی میشنویم. бастани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо дар шароити пандемияи коронавирус низ монеаи ороиши мӯй ва ҳусни баъзе аз сокинони душанбе нашудааст. баръакс баъзе сокинонро водор кардааст ки ҳунари ороиш ва кӯтоҳ кардани мӯи худро омӯзанд ва дар чунин шароитҳои фавқулода аз он истифода кунанд. В принципе, если захотеть, можно все самому научиться. Например, можно самому... дар амал агар хоҳиш бошад мешавад худомӯзӣ кард. масалан мӯи сари худро кӯтоҳ кардан, нохунҳои дасту поро ороиш доданро мешавад омӯхт. фақат барои ин вақт зарур аст. барои мо айни замон вақт кофӣ аст. мо дар хона мешинем, карантинро риоят мекунем. аз ин рӯ ороиши мӯй, чеҳра ва нохунҳоро мо худамон дар хона анҷом медиҳем. бисёр чизҳои дигарро меомӯзем. Мы делаем сами, как раз много чему учимся еще. тамдиди баста будани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо то 15 июн аксари мардҳоро дар душанбе маҷбур кардааст ки бо мӯи сари дароз ин санаро мунтазир шаванд ва ё мӯйҳои худро покиза тарошанд, зеро аксари кулли мардон имконият ва ҳунари мустақилона кӯтоҳ кардани мӯи сари худро надоранд. ростига мошинка надорем ва асбоби мӯйсаргирӣ дар фикраш ҳастем. ай худо ами дуо мекунем ки бемориҳо ҳарчи зудтар камтар шавад. маъмулан духтарони ҷавон бе ороиши мӯю рӯй ва дастон ба кӯча намебароянд. онҳо дар ҳар шароите талош мекунанд ки ин мушкил сари роҳи сайёҳаташон дар хиёбонҳои шаҳр нашавад. وقتی که در دوشنبه карантин کرده همه سرخانه محکمه لیکن ما در خانه کتی اپام همون سطح پاس کردیم مانیکور کردیم سطح پیدا. аммо ба фарқ аз сарторошхонаву кошонаҳои ҳусн ва бозорҳои сару либос, нуқтаҳои таъмири мошинҳо ки то охири моҳи май баста буданд феълан аксарият фаъол шудаанд. ин дар ҳолест ки вазорати тандурустии тоҷикистон низ хабар медиҳад ки бемористонҳое ки таҳти карантин қарор доштанд ва маризони гирифтори коронавирус ва илтиҳоби шушро табобат мекарданд сар аз фардо пайҳам ба кори маъмулии худ бармегарданд. ҳоло дар ин бемористонҳо безараргардонӣ ва поккориҳо идома дорад.
برای صوفی از دوشنبه گزارش میداد و حالا میرویم به خوجند که در آنجا نیز کارانتین سبکتر شده است ولی به وجه عموم محدودیت باقی مانده. در ولایت سوخ که در برابر دوشنبه یکی از نقطه‌های داغ سیرایت کرونا ویروس به ساکنان دانسته می شود، هفته گذشته طبیبان در شبکه‌های اجتماعی از بهبودی وضع خبر داده بودند. موضوع را عبدالله اشرف ادامه می‌دهد. روز اول ماه ایون کارانتین در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت نرمتر شده، برخی طربخانه و کارخانه های خرد درهای خود را باز کردند. از کبابپزی های نزد چایخانه ادیبان بعد یک ماه تنفس باز دود میخیزد ولی مثل پیشتر سر آدم نیست. فرمایش که سوار میبرم فقط شیشه خورده وزنی فقط بودنی. در درآمدگاه طربخانه و آشخانه ها نوشتجات قاعده های احتیاط از ویروس کووید 19 همانا پابرجاست. تنها با نقاب و بعد شستن دست با محلول پاکساز به داخل طربخانه برای گرفتن فرمایش وارد شدن ممکن است. بعضی آشخانه و طربخانه ها و آبی جونوشی ها به منزل ساکنان بردن غذا و نوشاکی های فرمایشی را نیز پیشنهاد میکنند. شهرداری خوجند از 1 ایون به باز شدن برخی از کارخانه های تولیداتی و خدمت رسانی اجازه داده است، اما تنفس بازار و فروشگاه های بزرگ و مغازه های متاع و لباس همانا دوام دارد. روز نخستین ماه ایون در بیشتر کارخانه های خرد مرکز خوجند همانا بسته بود. بعد از اعلان آشکار شدن بیماری کووید 19 در تاجیکستان از اول ماه اپریل کارخانه ها فعالیت خود را محدود کردند، برخیشان درهای خود را بستند. همکنون فعالیت خود را به آهستگی از سر میگیرند. هفته گذشته در شبکه تلویزیونی روسیه نوار بازداشت و بازپرسی فخرالدین میرزامرودов یک بلاگر زاده تاجیکستان نمایش داده شد. در نسبت این مرد 40 ساله در ولایت نیژنی نوفگورод پرونده جنایتی باز نمودند. با میرزامرودов که شهروندی روسیه را دارد جریمه کلان و یا تا 3 سال زندان تهدید میکند. بازداشت میرزامرودов قضیه استرداد حامی حقوق بشر کرامت شریپов را به یاد میآورد که صرف نظر از خدمت در ارتش روسیه و شهروندی این کشور در دادگاه مجازات و بالاخره به تاجیکستان استرداد شده بود. همکارم میرزانبی خالقزاد این قضیه را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. بله، آیا می توانید بگویید که فخرالدین میرزامرودов در کجا خط قرمز را گذشت؟ دقیقاً بلاگر تاجیک فخرالدین میرزامرودov که در یوتیوب با تخلص برادر تاجیک معلوم است، برای یک نوار ویدیویی به قول مقامات تفتیشاتی مسکو بر دروغی که به سلامتی و حیات انسانها خطر دارد ایبدار شد. شبکه تلویزیونی انتوی روز 28 می خبر داد که پلیس مسکو با کمک صابر بلاگر زاده تاجیکستان فخرالدین میرزامرودov را با اتهام در اینترنت پهن کردن اخباری بر دروغ، تحقیر ساکنان روسیه و دعوت به بی‌ترتیبی ها دستگیر کرده است. بنا به اطلاع تفتیشات میرزامرودov در یک پیامی در شبکه‌های اجتماعی مهاجران را ترساند است که به نزدیکی در روسیه همه را واکسینه میزنند ولی مهاجران به هیچ وجه به واکسینه زدن راضی نشوند، چون که هدف این واکسین زنی نابود کردن مردم غیر روس است. مقامات روسیه میرزامرودov را بر پایه ماده 207 بخش اول کودکس جنایی روسیه متهم میکنند که جریمه در حجم از 300,000 تا 700,000 روبل و یا محروم ساختن از آزادی به مدت 3 سال پیش بینی میکنند. در یک نواری که دیروز نشر شد، این بلاگر تاجیک که اصلا شهروندی روسیه است اعتراف میکند که حالا در آزادی است و به خطا راه داده است، زیرا از قانونهای مربوط با کرونا ویروس آگاه نبوده است. خب البته تاجیکان میگویند اول اندیشه بعد گفتار، اما در نواری که رسانه‌های روسیه پخش کردند یگان دفعه نگفتند که او شهروندی روسیه است. یک جای زاده تاجیکستان، در جای دوم دعوت هموطنان به جنایت و در جای سوم برادر شفقت و یا مدبرتی بی‌صلاحیت عنوان دادند. مثل این در فضای مجازی روسیه میلیون ها نفر درباره کرونا ویروس و قضیه های دیگر پیام نشر میکنند، ولی با افسران نقاب پوش تعیینات خاص آنها را بازداشت نکرده و در تلویزیون ها نشان کو نمیدهند. بله شلا، مثلا محض همین است که یک بلاگر جای زیست و کارش معلوم نیست و چرا به این نمایشکاری بازداشت و بعد یک روز آهسته رها می شود. این قضیه
به ما قضیه کرامت شریپوف را به یاد می‌آورد. این افسر بازنشسته ارتش روسیه بعد 20 سال زندگی از روسیه اخراج شد. به او هم از ابتدا تا آخر طور مناسبت بود که او نباید فراموش کند که تاجیک است و این ملک وی نیست. خب ببینید قضیه کرامت شریپوف معلوم ولی ظاهرا خودی میرزامرودوف گناه را به گردن گرفته است. درست است شعلا، وقتی سالهای اخیر فشار بالای روزنامه‌نگاران مستقل زیاد شد و آنها فرار نمودند یا خاموشی را اختیار کردند، این فضای خالی را بلاگرها به قول خودخواه و ناآگاه پر کردند. برابر باز کردن شبکه‌های اجتماعی صدها برآمد و بحث‌های بنام بلاگرها را می‌توانید دید که به هنگام سخنرانی اکثراً یگان معیار اخلاقی و انسانی را رعایت نمی‌کنند، الفاظ دروش و تحقیر را نسبت یکدیگر و گاه روزنامه‌نگاران استفاده می‌برند. تشکر میرزانبی برای صحبت. امیدواریم شبکه‌های اجتماعی باعث منبر تحقیر و تهمت و گمراه نمودن بینندگان استفاده نشود، زیرا طور میگویند جهیدن ملخ تا 3 بار است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در جامعه تاجیکستان معمولا زنها خانه‌شین و به تربیت فرزندان مشغول میشوند، اما مهاجرت مردان به روسیه و ناکافی بودن پول آنها برای تامین خانواده زنان زیاد را وادار کرده است که درباره عوض نقش خود فکر کنند. و مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که رهبر خواجگی دهقانی است و مردان را هم صاحب جای کار نموده است. گزارش آرزوی کریم را میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند. اولین حاصل امساله باغ عزیزماه را جمع‌آوری دارند. آلوچه را باید چیده به بازار برارند، زردآلو را خشک کنند و آلو را به روسیه صادر میکنند. عزیزماه محمدیه و این باغ را 14 سال پیش بنیاد کرد، زمانی که در خواجگی بریگادیر بود، ولی او و کارگرانش نمیتوانستند سری وقت معاش گیرند. به حد پخته کار کرده، چاوق خیمیه بود، خیمیه دا کار کرده، حاضر 35 زنه کار مینه، طلبای 8 10 11 کار مینه نکی. وقتی باغ را بنیاد کرد، مردهای خاندان در مهاجرت بودند. بچند رفته شما چی در روسیه اوجا خطی آدمای اوجا پر سر پر با زور نازور آوردم شو خیلی کار کردن. اینا فرزندا را زن دادیم بچه‌ها، اینا از دخترام شو دادیم، همه تنجه نغزن. عزیزماه میگوید حجت گذاری برای گرفتن زمین خواجگی دهقانی دشوار بود، با وجود این مانع ها را یکی پس دیگر برطرف میکرد. حالا از مهنت 17 گکتر باغ زندگی خانواده عزیزماه و 30 همدیهش میچرخد. زیتونه کریمووا که 10 سال باز در اینجا کار میکند، در موسم کرانتین منتظر پول شوهر مهاجرش نیست. زندگی نبود پیش میبریم تو مردکمون وای کردن، اینا فرزندامون هم میریم، دخترامون، اینا بچه‌هامون. در این خواجگی در برابر زنان چند مردی هم که از روسیه دیپورت شدند کار میکنند. که با او اولیکوی روسیه نمیتونیم، خیلی با همین شرایط همینجا خیلی دستگیری میکنیم. حالا در ختلان زیاد از 1000 خواجگی را مثل عزیزماه زنان رهبری میکنند. عزیزماه محمدیه و میگوید زمانی که خواجگی را تشکیل داد، جامعه مردسالار چندان به نیروی زنان باور نداشت. علاوه بر این صاحب 17 گکتر زمین شدن کاری سنگین بوده است. سالها تلاش کرد و حالا در سایه درختان نشسته گاه گاه یاد آن روزها را می کند. بینندگان عزیز، با این گزارش برنامه امروز رو به پایان میرسونیم، چون وقت ما به انجام میرسد. تشکر میگویم از یکایک شما که تو این لحظه ها ما را همراهی کردید و چون همیشه خبرهای گزارش‌های دیگر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید پیدا کنید. همچنین گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. برای شما شبانه روزی صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. فراموش نکنید فردا صبح
вақт ман шуморо бо хабарои наву тоза дар навиди бомдодӣ мунтазирам. То фардо худро эҳтиёт кунед.